با درود دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو آزادی به همه شما بینندگان عزیز و آنهایی که در چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای روز را از من شادو خوجه خواهند شنید و فراموش نکنید که ساعت یک به وقت پراگ ما برنامه خبری داریم و امیدواریم که همه شما از آن را در برنامه خبری نیز خواهیم دید که در پخش مستقیم پیشنهادی شما می شود. گروه تفتیشاتی آشوب زندان وحدت به نتیجه رسیدند که آشوب شام 19 می را سه محبوس آغاز نمودند که با اتهام عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی در زندان قرار داشتند. خب به این اطلاعی که از منابع حکومتی دسترس شده است و تصدیق که آنها از روی دیگر فعلا امکان ندارد، منتقدان در نوبت خود در این زمینه نظر دیگر دارند و من تنها یادآور میشم که در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. هفته پیش گروه دولت اسلامی در هفته‌نامه خبری خود با نام النبا نوشته است که حمله‌وران سربازان خلافت بودند، اما این گروه برای اثبات این ادعای خود سند و نشانه‌های ارائه نکرده است. ضمناً بینندگان عزیز، همکاران ما یک تحقیقات را انجام دادند تا معین کنند که در شب آشوب در زندان وحدت چی گذشت و شما نیز میتونید این مطالب را در سامانه رادیو آزادی مطالعه نمایید. در پنجکین دومین استودیوی تلویزیونی مستقل با نام اوریون نور رسما به قید گرفته شد و برنامه‌های ابتدایی خود را در روز 27 ایون یعنی در روز وحدت آغاز خواهد کرد. خب به گزارشگر خاصی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 ایون در گزارش مفصل و دقیق قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را جنایت بین‌المللی عنوان کرد و خواستار تحقیق بیشتر از این شد. در این گزارش از جمله آمده است که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در قتل خاشقجی نقش دارند. حکومت عربستان سعودی باشد گزارش سازمان ملل را درباره نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را رد کرده است. دههای آباد و یا کار رایگان در دهات نمونوی در ازبکستان ساکنان بعضی محله ها شکایت میکنند که آنها را مجبوری به حشر و کارهای بنیادی و آبادانی وادار میکنند. به گفته مصاحبان اگر در این حشر را شرکت نکنند احتمالاً جای کارشان را از دست میدهند و به افرادی که از دولت نفقه و کمک پولی میگیرند تهدید شده است که اگر در حشر اشتراک نکنند از کمک دولت محروم خواهند شد. تغییر اقلیم جانوران وحشی را بیخانه کرد و خرس مودینه سفید در پرتابگاه چی میجوید؟ در برنامه خبری امروز شما امکان دارید نواری جالب رو ببینید که گشت و گذار این درنده را در محل اهالی نشین به نمایش میگذارد. نوار از طرف خود ساکنان برداشته شده است و این خرسی راه گم زده رو چی انتظار است؟ بعد 3 ساعت دیگر برای شما در برابر دیگر خبر و گزارش رو خواهیم گفت و مطمئنم که در پخش مستقیم چون همیشه ما رو همراه خواهید بود در ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو همه شما رو منتظر میشویم. از آن روز خوب داشته باشید و سپاس برای همراهی.